در صورتی که موجرین نسبت به افزایش نرخ اجاره بها بیش از 20% اقدام بکنن، در واقع قانونگذار این حق شکایت رو برای مستاجر لحاظ کرده. حتی 5 سال پس از انعقاد قرارداد و انقضای قرارداد هم میتونه نسبت به این موضوع در شعب تعذیرات حکومتی طرح شکایت بکنه. مشاورین املاکی هم که نسبت به ثبت چنین قراردادی، یعنی قراردادی که افزایش اجاره بها بیش از 20% باشه، متخلف شناخته میشن. برای موجرین متخلف مجازات هم اعاده حق شاکی و هم جزای نقدی 3 برابری رو پیش بینی کرده و برای مشاورین املاک متخلف هم علاوه بر جزای نقدی محرومیت شغلی از 6 ماه تا محرومیت دائم تعریف شده. من از همینجا از مردم عزیز درخواست دارم حتما در صورت مواجهه با موارد مغایر با این موضوع طرح شکایت بکنن از طریق سامانه 135 ما، تلفن پیامکی 30135 و سامانه در واقع تلفنی 124 سازمان سمت، با استفاده از ظرفیتی که در ماده 14 قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها دیده شده، به جهت عدم رعایت در واقع نظامات صنفی، باز مجازات جزای نقدی حد اکثر 10 برابری و تعطیلی و نصب پارچه به عنوان متخلف به مدت 1 ماه براشون در نظر گرفته میشه.